یک دانشجو 50 ساعت غیب دارد، آن هم از یک فن می باشد. دیرکتر دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان ضمن صحبت با دانشجو معین نموده است که مشکل دانش و سواد ناکفایه استاد یا خود معلم بوده است. دیگر فهم همش نه است. دعوت من میپرسم که سبب در چی؟ بعضا دانشجو هستن که معلم میگه همین درس استاد و من خوب نه، روان نه، معقول نه. به جای ما رفته از کتابخانه الکترونی یعنی اینترنت درس میخونم و در آنجا یک شعر خوب گفت میگوید که معلم درس معلم گردو بر زمزمه مقدس جمعه به مکتب آورد طفلی دو اسپاره. از این سبب رهبریت دانشکده به استادان این بارگاه تعلیمی پیشنهاد نموده است که استادانی که زیاده از 3 مرتبه به درس‌ها دیر میکنند با آنها در سال نو تحصیل شرطنامه را قطع می‌نماید. باز دیگر شخص‌هایی هستند که ما در اساس قرار شورای عالی ما در بین تمام کارمندان تاکید کردیم که اون شخصانی که زیاده از 3 مرتبه دیرمانی کردن، 3 مرتبه درس‌شکنی کردن، ما آنها رو با آنها در سال نو تحصیل شرطنامه همکاری نمی‌بندیم. برای چی؟ برای آنکه امروز در رشته تعلیمی جوانان یعنی تعلیم نمایند، جوانان باید تربیت یابند. تاکید باید آورد است که دوام 6 ماه سپری شده سال روان از دانشکده 120 نفر دانشجویان خارج کرده شدند. از این نشان دهنده 19 نفر به دیگر دانشگاه انتقال یافته، 12 نفر با سبب نپرداختن مبلغ و باقی مانده با سبب زیاد غایب داشتن خارج کرده شدند. در فکر من این معلومات هم در اساس تعلیم‌های همه ساله یگان خیلی حالت‌های شکرناک یا این حالت‌های وضعی نیست، چون که حرکت دانشجو است همه ساله در اطراف 250 نفر خارج میشوند، برقرار میشوند. همچنین در دانشکده 6 نفر یتیمان، 16 نفر دانشجویان امکاناتشان محدود داشته و از عائله‌های کمبیزوات به طور رایگان به تحصیل فرا گرفته شدند. در سال تحصیلی سپری شده از جانب دانشکده بهر خوب تحصیل نبودن دانشجویان امکاناتشان محدود داشته به 17 نفر کامپیوتر تحفه شده است. نسبت به دانشجویانی که با بهای خوب و اعلی میخوانند در المپیادها و تورنی‌های جمهوری بین‌المللی جاهای نمایان را اشغال میکنند. اگر سزاوار جای یکم گردند 100% از مزد مبلغ خونش آزاد کرده میشود. اگر جای دوم باشند 75%، اگر جای سوم باشند 50% از مزد معاش آزاد کرده میشود و بعد این راهبران و معلمان آنها یک مزد معاش ماهانه کمک پولی، یاردم پولی، مکافات پولی و دلخواه یعنی آسایشخانه‌ها در دوره تعطیل تابستانه استادان آنها روان کرده میشود. با معلومات حامد هاشمزاده دیرکتر دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، حالا 1903 نفر در شعبه روزانه و 99 نفر در شعبه ماگستراتوره، 339 نفر در زینه غایبانه زینه بکالور، 1389 نفر در شعبه تحصیلات فاصلوی تحصیل نموده ایستادند. سال تحصیل 2021-2022 را از دانشکده 899 نفر ختم نمودند که از این نشان داد 437 نفر شعبه روزانه و 424 نفر شعبه آموزشی فاصلوی و غایبانه و 38 نفر زینه ماگستراتوره را ختم نمودند. از نشان دهنده در بالا ذکر 37 نفر با دیپلم اعلی دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را ختم نمودند. گزارش مفتون شکورова، سید مختار سیدانور برای برنامه اطلاعاتی خبر.